برای چی 4 دونه داره پا؟ نه بابا الکیه جلو دوربین. عرض سلام و ادب و احترام کوچیک همتون حامد تبریزی. مرسی که از کانال خودم منو دنبال میکنین. کنار بچه‌ها بازم گروه دخترها و پسرها تشکیل دادیم که سبا و فرنوش و مرتضی و من قرار با هم رقابت کنیم به اسم ادابازی پانتومی. میشه پانتومی. قطعا هم ما میبریم مثل همیشه. اگه بردم کدوم بردم؟ من کدوم بودیم صحبت کنم؟ من از اول اگه بردیم خب حرفتون رو بزنید دیگه. اگه شما بردین که بردین هر مجازاتی دوست داشتی میتونین پیاده کنین. اگه باختین هر مجازاتی دوست داشته باشی میتونیم پیاده کنیم. جنبه دو طرف هم صده. تمام شد و نفت. هر کی میگه 16 نیست 17 20. ما رو لطفا ادامه میدیم این ویدیو رو که تا آخر ما رو نگاه کنین. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره و زنگوله رو حتما شما کامنت و لایک بزنید. مرسی ممنون. ضرب المثل حتی امتیازه. خب نه برای چی 4 دونه داره؟ شما میتونی شغل انتخاب کنی، جانوران انتخاب کنی، خوراکی انتخاب کنی، کودکان. آخه تو بلد نیستی ضرب المثل؟ بلدم. آخه بخاطر 4 دوره من میگم 20 که ضرب المثل. ضرب المثل نریسی امتیازی. برو ضرب المثل 7. نه ناموسا رفت چی؟ تعویضش کنی امتیاز کم میشه. مهم جرزنی نکنید، فقط حواست باشه که خب ضرب المثل نگاه کن. آره بخش 2 بخش. بله این چیه؟ اون چیه؟ این اون نمیدونم. پرسپولیس سرور استقلاله. عجیبه نمیدونم. این چنده؟ همه جا اظهار نظر میکنه یارو. ازت مشورت میخواد، مشاوره. این چیه؟ برای کجاست؟ اینجا کجاست؟ کجایی هستیم؟ اینا میبازه. کدوم استان؟ کلمه تا ما برای کنیم لبخونی نکردیم. پا کلمه پ کلمه یاد بگیر. مبل پشتی مبل. این چنده؟ چه قیمته؟ چنده؟ پا که میره عالیه واقعا. خب من وایسا. ساعت چنده؟ نمیدونم ساعت چنده. حتما میبرید. لبخونی نکنید. خشکین دعوا. اگه لبخونی زد 5 کلمه است. 5 حرفه. اولی پ، دومی ر پر، سومی همون اولیه، سومی سه پرسه پرس پرس پرس. من دیدم داشتی نه پرسیدن عیب نیست. نه پرسیدن عیب نیست. پرسه پا رفت. اولیه چی بود تعویض زدی؟ داشتم میگفتم این چنده فقط اونجا که یهو نگاه کردم من برای لبخونی میکنه. اولیه چی بود؟ اولیه این بود که روبا از زرنگی دومش میفته تو تله. یعنی 16 شما تا مثلا من بازی نمیکنم. خیلی احمقی. من بازی نمیکنم. واقعا این خره. بده من باید ضرب المثل نه بریم. یعنی چی باید ضرب المثل؟ نه باید این سر دل بخوای اولی کی میخواد بازی کنه؟ کی میخواد؟ میاد اینجا داداش میاد اینجا. شما بشین اینجا. شما از این ور تشریف بیاری نگاه کنین خودتون. برای خودتون انقدر امنیتی نبود این ور بیام. ندی من اونجا بودم دقیقاً برعکس قضیه. سبا زارم تکنولوژی علمی. نه وایسا اون اصلا نمیدونم چیه. یه خود درس بخونیم. من کودکا میرم باشه. بابا الان میاد چی چاق سرسره از اینا میاد. احمق. خب اونو میگفتی پرسیدن. نگاه کن. شروع نزن. چرا زدم؟
یک کلمه است. اشاره نداریم ما سبا اشاره موج، دریا، جمع، قطره جمع روانگی دریا حالا شد وایسین جایی زر و مسئله فرنوش یه دونه که ریخته نه، چیه؟ نه، چی ماهی، جمع ماهی. می‌کنی؟ مرتضی دیگه نمیذارم ها ای خاموش شو خطای زیاد. سبا اینو بزن زمانتون نگه داشته میشه آره میگید برکه ماهیه این موجه آب دریا کاکا دریا موجه موج کاکا دریا خشکی دختر بندر شن. بر تو جون بلبم کرد سنگ شن ماسه آره صدف آره کلا صدف و 2 دقیقه طول داد باز خوبه در گوشه میذاشی صدف باز خوبه امتیازشو گرفتیم صد بار آره نگفتم با دیگه، دست صحبت هم نکن گرفتیم. چند به چند من برم باری کردم هر چی بازی کنی میگم نه الان خودم میگم تکنولوژی میخوای بریم فقط حواست باشه جرزنی نکنی جانوران میرن جانم من میگم چه استرس عالیه اجدهای کومودو چیه؟ واسه چی میدونم ما تعویض میکنم داره تعویض می‌کنه. آها 2 کلمه است کلمه اول خروس توی آب این موجود نهنگ کوسه آبی کوسه شکم دل ساندویچ چی خوردید امشب ساندویچ کوسه ماهی کوسه رو بذارم کنار تون ماهی تو الان ساندویچ درست کردی کالباس شکمت چیه؟ گشته کوسه گشته گرسنه برسی بیبی پلو بویدی مالک ایرانی آره حمیدی اینجا باید بزنین خانم امیدی جفتمون هستیم خب. بگو به خدا آها شما یه بازی عقب به خدا اینجا باید بزنین هنوز نزده چی مشغولم زوم دعوا داره مجبور یه ویدیو من پر کنیم یه مجازات دیگه خوراکی شیشیه جانوران شیش جانوران خوراکی بود جانوران شیشو براش بچ چی رو بزنم؟ جانوران شیشه بود جانوران شیش چشم این شیش این شروع به وایسا خوراکه قشنگ میتونی بازیش کنی سخته خیلی خواهی تعویزش کنم تعویضش کن آمد بزن نمیدونم تعریف کنم کلمه ای هم برو هر جا نبود. میمون لنگراز بوده چرا قبلی رو میخوای بریم شروع میمون بزن لنگ برم. درازو میتونی بگی میمونه لنگ درازو آره بزنم؟ میتونم بگم آره ببن سه تا خب اوکی خب میدوه یه چیزی موشه موش کوره موش کور عینک موش نه، نه. کور عینکی تمام با به من بابا میگم فراموش باریکه. پانتومیم شما در جریان نیستید که ببین بچه صداش 13 هفته دیاره دیگه باشه عالی شد مرتضی چی بازی کودکان کنم؟ برو آچیلی نرفته ما هم کودکان بریم کودکان. لاغت زود بگیریم بره کودکان 6 حله حالشون بده چند کلمه است؟ یک کلمه است 2 کلمه است نیستش کردم دوست دارم. نشستم دوش سنگ پا من نمیدونم یه سنگ پا گفتن انقدر ذوق نه داره یه صدف گفتن تو یه دقیقه اونقدر گفتن موشه کور عینکی رو انقدر راحت گفت اینجا
سنگ پا بعد اینجوری میپرن بالا پایین. بازی خوب اینطوریه. خدا رو شکر. تیم قدری باشه این با جوش برسد مرسی برسه پاس. شما حرکت نکنید. ببخشید شما از این برتش بیارین. خب زبان مثلا کنید. نه بابا نمیخوام خود زبان مثلا برم. دخترها پرچمشون بالا. حالا این تو بسته چه ربطی داشت؟ باختن بردن چی شد؟ بابا هر موقع بردیم دختر پرچمش بالاست. بالا میگم دخترها پرچمشون بالا. اگه پسرها باختن شما بگین ما که نمی‌بازیم. سنگ چه ربطی داره به قیچی؟ ما یا میبریم یا بازی رو برمی‌داریم. میزنیم. یا جرزنیم. نه آجی اجرا کن کلمه میتونی تایش بری اول بابا خب وایسا برم من برای شما رو دیش شروع میزنم. یک کلمه است. رانندگی. نه تو شوماخری. سواش. نوشتا چرا؟ راننده. حالا ما میبخشیم. راننده دومی. راننده بیل میزنی؟ بیل. گیت. راننده بیل گیتس. راننده بیل داره این بازی برگشت داره. راننده بیل داره این بازی برگشت داره. خب عصبانی میشه. خاموش شد بیا. الان زمان نداره مشکل من نیست. راننده داری بیل بزن. بلک. خب بگو آقا. موز حرف نمیتونیم آقا. آره شما نتونستید اشکال نداره، آخه بذار بازی کن. بیل مکانیکی آره شما مانی بالا. 16 18 هر چی بازی کنی گفتم. هر چی بازی کنی گفتم. من نمیتونم مرتضی این آخرین بازی ها مرتضی. خوراکی؟ بعد تو فرنوش بازی میکنه؟ بله خوراکی؟ سب خوراکی زود میگیم؟ آره تمومه خب؟ چی تمومه؟ من یه دونه دیگه اجرا دارم. نه بریم تو هم خوراکی برو. دو کلمه است. کلمه اول مرغ. کلمه دوم صدا در صدا نداره. خطا بزن. نه مرغ بوقلمون. این بازی برگشت داریزم وقتش رو تلف کن. حالا آره این خودش هم یادش یه دقیقه میدونم چی میخوام بگم. نه که اینطوری میچرخه تو فر. آره تمومات بورانی. بورانی مرغ چی؟ پر و بال تخم مرغ. بسته. تخم مرغ. مرغ سرخ خاری. سرخاری. چنده؟ تخم مرغ خوبه. شجدی؟ 24 اونه اون قضیه گفتنم چند؟ 24 18 6 تا عزیزم با اون سواده 5 تا ما کم داریم. 24 18 6 تا این کجا درس خونده؟ 6 تا بعد میگن چرا شوهر کمه 24 18 فاصله این دوتا رو گفت. داشتم تازه میشمردم. این چیه؟ این چند تاست؟ 7 تا این آخری خونه. آره خیلی این سواد چی؟ میگم این سواد چقدر عقلش کامله. علاقه به ریاضی نداره چرا؟ فقط ورزش پرورشی من یه خانم قرصی از جیبم میخواستم بچه‌ها بیارم. خیلی قرص موضوع دلیلش طلایی. چقدر این سواه ژلوفن. قرص ژلوفن. باشه یعنی کلمه چی؟ خیلی شما حرف گفت نزنم. یک دو سه 5 چی تا. میخوای بزنی؟ خاموش موضوع شد. طلایی. موضوع طلایی اگه نری کلا میبازینا میدونستی اینو؟ اینا اصلا هست. مشکلی نداره. میتونی تعویضم بزنی آجی اگه خوب نبود. بریم بفهم خانم. بله وایسی. هر وقت رفتم شروع شما بزنید. دستور بدید بزنم. بفرمایید. خواهش میکنم. خب اینو میتونی اینو تعویض کنی. تعویض کنی. نه آره وایس. آره
نه من فرق بالا نداره. شاید بتونی ها. شاید بتونی. اگه نتونی آره میتونی. خیلی آسونه. آره. چند دقیقه وقت داریم؟ 3 تا خب. غذا سوپه. خانم امیدی خانم امیدی یه کمی برتر. خانم امیدی ببخشید تصویر از این ور گرفته میشه. اسم غذا خانم امیدی ببخشید تصویر از اینجا گرفته میشه. یه کمی بری باشین. آره. اسم خوابیدیم. دوست فیلم بردار یکم از این بری باشه. آها مرسی. اسم غذا رو باید بگم. میخوابه. شبا که ما میخوابیم آقا پلیسه بیداره. ما خواب خوش میبینیم دنبال شکار. ما پلیس رو دوست داریم. میشه انگشتتون رو لطفا. نه بله شام بود اولی. خب دار یه چیز سنگه. شام سنگ. سومی خب سنگک. وقتمون داره تمام میشه. 5 4 3 2 1 تمام. تایمتون تمام شد دیگه. 30 ثانیه یه چی چون بگم 30 امتیازی زمانش کمه. نه 30 امتیازی زمانش زیادتره. نه زنیده با الان چرا داری تایممون رو چیز می‌کنی؟ جرزنی اصلا بازی نمی‌کنه. خب ادامه بدیم. 1 دقیقه شانس هم بده. باشه. این زمین سرامیک کاشیه. پا فرش. خب چه حالا بگر اولی رو پیدا اولی شام سنگ فرش. این سه تا بود. باشه بیا. این بود دیگه. نه به خود. بله. بازم مونده خیلی. الان نه 40 ثانیه. آخریه رو خوب. آخریه حرف نباید بزنی خانم محترم. شام و سنگ درسته. خب یعنی چی؟ آخریه رو بگو. پول. اینو تحویل میدی اونو میگیری؟ پول. چیکار که من عدسم در باشم. سلام. بفرمایید. من خوبم شما چطورید؟ بله. اگه سلام میدونی یه ببخشید فتوشاپ کارم خوب کار کرده بود. من حال که ایرانی ام. آقا تموم نشد یه دقیقه. اشکال نداره پول چطوره؟ میگیری میذاری تو جیبه. من حال که ایرانی ام. فتوشاپ کارم خفن بوده و امیدوارم که 13 فروردین پرچم ایران رو بالا نگه دارم. مال من اینجا. من اینجا از اولش اینجا بودم. سوب من هیچ کی چرا؟ ببرمایید. من یه حرف بزنم. این اصلا قبول ندارم من این بازی رو. اگه آخری من این بازی من بازی قبول ندارم. فروش بود. شام سنگ فروش. شام سنگ فروش. باد فروش می بده. باد فروش می بده. نکنم دخترش چی بود الان؟ اونو کات کن دیگه. تو بگی اشتباهی با اون سوال اون وسط به ما گفتن تایمتون تموم شد. اینقدر جرزن. کفشای فرنوشو میسوزون. حکمه دیگه. کفشه بیرونشون از کفشه که تازه خرید داخل خونه میپوشه. چقدر بهت نمیاد بده بسوزونش. بابا یعنی چی کفشه؟ دیگه حکم بده خانم امیدی. تازه یه دیگه ولی حکم میده که کفشه داره. ما یعنی لباسای پارسالمون شما هم تازه لباس فندک خیلی فندک تو من فندک که ندارم ولی از دوستان میگیرم. چی؟ بابا یا خیلی بیا جرزن. زود بیان بیرون وقت نداریم آتیشش بزنیم بریم. الان داری شوخی می‌کنی دیگه. ایناش برو تو ماشینت برو بیا اون رو بیا. نشستم و در نگاه. آقا کفشتون رو بحثم نمی‌کنیم. بابا داداش آقا نداریم میگه اصلا. من من لباسم آقا من می‌باختم لباسمو میسوزونم. شما بگی من انجام میدم. یه کفش دیگه چقدر نهایتش 2 تومن خریدی 3 تومن خریدی. آتیشش بزن بره آقا آتیش بزنی میره. باختن چون ببین اصلا واسه پرچم دخترا بالاست. اینجا ما پرچم دخترا اینا که بالا. دختر مثلا میگن پرچم دخترا بالا. امتیازی کم تایم داره. 30 من امتیازی از 30 همش امتیازی بیشتره. برداشتم. آقا مثلا
مال دنیا داری. نه باید بشی کفشتون رو در بیاری لطفا. من این کارو نمی‌کنم. یعنی ما باید به زور خاشام به درش بریم بیاریم من نمیدونم. نه این کار خیلی مسخره است به نظرم. آقا خودت ما هم مال باختری. یکی بده بسوزونی. آقا کلید نگیر که بازی کردی کفشتو باید بسوزونی. خب تو شوهر بازی کنی ما شوهر بازی که نه نبودی کفشم نسوزه. نه. میسوزه. لطفا. با وقت من به خدا. خواهش می‌کنم. بعد ببین بازی میکنیم بعد لباساتون رو لباسا رو میسوزونیم. بابا، اگه ما باختیم لباس سهله جیگرمون رو میسوزونیم. همین کاپشن رو میسوزونیم. من ببازم. به والله همین رو میسوزونیم. به قرآن اگه باختیم میسوزونیم. آره اگه باختی. اینو نسوزونی. این هم میسوزونیم لباس سهل شده. اگه یه در اون باختیم. کفش رو محمد حسن اینو در بیار بیزم. لطفا. آخه خیلی نوعه. آقا نو باشه. با کی کفش رو کنه نه نه بیرونیم دیگه الان چقدر خوشگله دیگه تمام هرچی شده بیافته مرسی دست شما درد نکنم با لبخندم دارن در میانن این راضی هم واقعا جرأتشو دارید بسوزونید آقا اون نداره لطفا از آقای فیلم بردار خواهش میکنم نه دیگه خدافظ فرما نه شوخی نکنید دیگه حالا در آوردم که فکر نکنید می‌کنیم جدی داریم انجام میدیم بیا نمیخوای آخرین صحبت کفش تو بالا سرش انجام بدی؟ نه بابا الکیه جلو دوربین الکی جلو دوربین بابا لباس لطفا بابا تازه خریدم بچه‌ها لطفا چقدر خوشگل بود دیگه نداره فکر کردم داره شوخی میکنه دیگه نداره از اینا خب الان میذارم خوش میشه دیگه الان دیگه بسه دیگه میگم با فاصله چون بنزین زیاد خیلی احتمال انفجار داره چیزی نمیخوای بهش بگی لطفا خب دیگه بریم آتیشش نزنیم بفرمایید خواهش آتیشش نه بابا الکی واقعا نه واقعا نه بریم واقعا نه بفرمایید خب الان کلیپ قطع کنیم دیگه چشم. بسه دیگه چشم از زمین بزن سلام کفشم آزیستم بابا خاموشش کن موزه نه دست بده کار تمیز در برو اونور بده کار تمیز در بده یک کفش بابا دستتون کفشم هستم مامانم واسم خریده چیکار بود. کنی باختی لباستون خانم رو آتیش بزنم باختی. مرتضی بندازی شواب خاموش میشه از زاویه مختلف بگیرید دوست خوب من این کفش سوخت چهارشنبه سوریتون مبارک اگرم نو بود واقعا واسهتون متاسفم شاید اینجا گبری بود اگه نو بود بابا واقعا سوزون. بابا مامانم تازه واسم خریده بود ناراحت میشه چقدر آدمای دست شما درد نکنید داره یک کفش بگید این همه بازی کردیم یه بار درد چرا میکنی یه چیلنگ داری اینو خاموش کن چند خریدی؟ اینو چیلنگ رو بیا خاموش کن داشت بپوشه این واسه مهمه با دمپایی دمپایی داری فرموش چجوری با دمپایی مگه جوراب پاد نیست خب مرتضی آقا میشه آبو بیاری اینو خاموش کنید تا بیشتر از این نسوخته بپوشه لطفاً دیگه چی اونو بپوشم خانم اون سالمه همه دیگه شواهد مشخص بگید اونو اینجوری شوخی کنیم الان دمپایی دارید مرتضی آقا اون سالمه یکم روش سوخته داداش روش سوخته بیار شیلنگو یکم آب میگیری روش درست سی بار گفتم بعد اینجا میخوام برم جایی الان من چجوری باید برم کفش کی به من میخوره الان واسه چی میخوای با بنزین دیگه روش بریزم نه آره کفش بزن نه الان چجوری که من برم خونه کفشی که مامانم واسم خریده بود نه اوکی بیا بیا بپوش زیاد نسوخته فقط یه خورده خیس شده بیا بیا فرنوش یکم سوخت برنوش چقدر بیجنبه است این دختر نسوخته تازه به هم چسبیده دوتاش خوب در من نمیدونستم بخوای کفش تو رو آتیش بزنن که اینجا. الان چجوری برم وقتی کار دارم وای چقدر بی جنبه ای فرنوش وای من نمیدونم شوخیایی که شما با من میکنید من کجا با شما کردم بیا ببین حاجی این فوتش من بکنم روش یکم کثیف شده این 40 بود 38 شد حالا قهر نکن فهمش عدو اصول چی معذرت میخوام
حالا کجا داری میری خانم امیدی؟ الان چجوری برم خونه؟ با دمپایی برو دیگه با دمپایی برم با دمپایی رو فرشی برم میگم کار داشتم دیگه جایی. کفشش واقعا چرا قور میزنی فرمود؟ مشخصه. نه چه قشنگ سوخلی؟ قبول داری؟ معذرت کنم ببخشید. من این کفش نو واسه تو میخرم. یه کاری کنی الان فقط یه دونه زنگ بزن که اسنپ یه چیزی بیاد من برم. ماشین خودتو جلو در پارک من نمیدونم هول کردین استاپ چیه؟ شاید بخواد برم دیگه. من میخوام برم. برای چی الان ناراحتین شما؟ نمیدونم الان همینجوری میخوام با جوراب برم. با جوراب برم. آقا چرا ناراحتی یه بی جنبه بازیات چیه؟ خب بازی کردی باختین دیگه. هش یه تومن دو تومن زن یه تومن دو تومن اصلا قیمتش مهم نیست. میگم اینجا کار داشتم. حالا تو چرا قیافه گرفتی؟ ما چیکار کردیم؟ دوستان دوباره چرا ناراحتی؟ شاله تو میسوزونم. شما خیلی باجنبه. منتظره بازی کنیم. دوباره این کار داره ولش کن آهنگ اسکاتلند بریم. کات کنی. مرسی که تا این لحظه ما رو نگاه کردین. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره.